السلام علیکم یارو دوستان محترم حوالوی کانال ما. امروز برای شما زمستانی سامانیان دوستان چند روز باز است که اقام خیلی خونیکی ها هست. از خونیکی یا لایف خاک من برای شفیاری که ماشیناشون از رول هاشون یخ هست، اسکروس هاشون یخ هست، میتونیم خیلی لطه بالای رول بمونید استفاده آنچنان خنک است که باور کنید اگر سیگار شخصیتی که در روسیه هستید میگه یعنی وهمه کرده الحمدلله آنچنان خنک است که نوک انگشتان چنان میسوزد که واقعا طاقت فرسا نیست. در این روزها هر سحر اینجا باید الکه در بوستان میشیدیم، اینجا آدم نیست، ماشین بازور وای میشد، گیران میشد دوستان. این برای خاطری همین دوستا گفته همین اصناف که میفرمیم که مقصد با موادو نگویند که در روزهای گرمی کار میکند و در روزهای خنکی نه دوستان. در همین شب و روزها ماشین کم در راه میبینید. چون که همه اکثر ماشیناشون گیران نمیشه. دیروز کسی در ماشینم نشسته بود، فراموش کردم کی بود، میگوید که از کمپانی گازپروم زفرافکا سابشنی اومده است که گازها این شب سلیارکا این شب یخ میکنن گفته است. واقعا عجب که سلیارکا یخ میکنن در این خونکی ها. من دوستو این هم خیلی حالت ها در همین منطقه های ما. من این کدام توی داشته است در اینجا عکس برداریش شده است از رفتی توی. من دوستو نمیدونم توی کی باشد، واقعا من توی به رفتادیان مردم لکسوسی 2000 من کمری خداتیت من با یک کمری دیگه. دوستا زنده و سلامت باشن. الهیم در همین خونکی سردی هوا به همین خاندان کسی که باشد بخت و سعادتمندی دنیا و آخرت نصیب و روزیشان گرداند. خوشبختی دنیا و آخرت نصیب و روزیشان گردد. واقعا در این سردی هوا توی وانت اون معرکه میخوردگی را ممکن که نبیاد از سردی هوا دوستو. ایشان قاسم خان بسیار از ما درخواست کرده بودن که در همین هوای خنکی هوا فهمدم تریتوری ما رو نوار کنید بینم چه خیلی. برای خاطر همین ایشان من یا تا همون تایی قشلاق میفرم که ببینم چی گفته پایین قشلاق با اگر زدنا شود اون خیلی کلینت گرفته و به سوی کارش که به بوستان میبریم دوستان. زنده باشه. این سنترالنی سامانیان کومر 180 220 230 هر خیلی کومر است. من بابای پنسه بچه با ایسا برای خوجان رفتن کلینک افتن یکان جان آدم نیست. اینجا مگزین انس اوزقواری اینجا نزد مسجد حاجی سید اکرام خدا رحمت کند که خانه شانه برای با خدا سودا کردن. خانه شانه من خانه را برای خدا دادن که در این خانه مردم نماز گذاری کنن.
انشاءالله من اینجا رو هم توی بده است ایلم توی تماشا شود. این ماشین توی خانه به درام شده است. خداوند بخت و سعادت هر یک شخصیت رو به مانند همین برفی سفید بخت هاشون سفید گردد. خونی اکای میرحیدر بود از اینجا به فکرم توی دورم نقص. نزدی مکتبی 10 باربرشاپ بود. باربرشاپ نیستن خودشون سعدی ایشون سعدی نه مکتب یاد کردگی ها. از نزدی مکتبی 10 گذشتیم. اینجا هم بانک است و هم اپتک هر چم شده. برای کیوید در این خونگی البته گپ گفتنش به کمی دشواری کشیده ایستادم که درباره چی گپ زنم. اما خیلی گپ و کارها هست در این منطقه های ما. مغازه مصطفی 1 دیگه ببینید که چه خیلی چند روز باز میشد که همین خیلی خونگی است و ماشین ها گفتی کنم که زودید نمیشه. یعنی دادر برهان بهروز زنده و سلامت باشه. اینجا مگزین حاجی الهام این طرف تمام نماد عضوخواری دوانسینه همه چی از اینجا حوزه عضوخواری نامشون فراموش کردم در سری برم. ایشان همه منطقه شما رسیده. ایشان صاحب خان زمستان نزدی خانه ایشان و همین گونه سردی زمستان کسی و گفتی که چمچوق پر نمیزنه در این منطقه ها. چمچوق هم همه نمیدونم کجای پنهان شدگی هستن. الله رحمت کنه ایشون بابا را که یک وقته در همینجا می نشستن و به مردم دعای نیک میکردن. ماشاءالله ایشان هم یک بوتکیچه ساختیان برای چی میگوی ایشان دست برداره. من راستی که ایشان نازی دکانی اکوتون با من خدا خواهد در این دکانی اکورم یا نوار برداری میکنیم که بینیم چی گفت کنه در این دکان ها. السلام علیکم. شما با اینجا یا همین تریتوری شما رو زکست شده. السلام علیکم و رحمت الله. گم نیست که ایشون دویم در خدمت باششتی که به مزه دوکان تمام نمودی گفتی که محصولات ها هسته. آره دوستو من ایشان برای شما اندکی نوار کردم. ویدیو معقول شما اگر حتما فکر اندیشه نیک و دعای نیک خدا رو در زیر نوار
میگذارید تا اینکه مورم اگرچه نوار برای دیگر شخصیت ها به ارزش باشد، البته برای صاحبانی که در همین گذر هستند، همین گذرشان یاد کردگی هستند میبینند، خیلی با ارزش است دوستان. برای که یابید مبادا ملامت نکنید نسبت من گفته که تو چی کارو بیکار و دیگر هم خیلی گفت. زنده و سلامت باشه. البته برای همین پتپیچکه همین دیار عزیزم که اولین اوگونچه کانال من مردمی همین دیار خودم هستن، یعنی خیلی سخنانشون تا حد امکان در دستم بیاید اگر در زمین نمیگذارم که چونکی من با اونها اگرچه دیگر اوگونچه ها البته قدر قیمت دارن همشان برای منو، لیکن وقتی که این در نزدیک آمده به من میگن که سخن نه در زمین مونده گویند، الکه با من اینا رو دیده کمی رنگی دیگر میگیرد. برای خاطر همین دوستو زنده و سلامت باشید، مبادا خفه نشوید. اگر عذر کدام میرم از سیمش است که درخواست کردگی است که رفته همون تریتوری ما با نوار کنید گفته زنده باشن. خدا خواهد اگر یکم وقت شرایط شود حتما در همون کار من کوشش میکنم. ای باقی سربلند و خانه آباد باشه.